السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر محترم، در اینجا درس لغت عربی قسم 8 و در اینجا کلمه های ذکر می شود. انشاءالله در خیلی به لغت تاجیکی نزدیک هست، متوجه باشید. انشاءالله شروع می خوب بداند قریب 40% 30% لغت عربی را عرکای می فهمه. خود در اینجا معلوم می شود که آیا لغت فارسی یا که لغت تاجیکی با لغت عربی نزدیک است یا نه. وقتی که برادران عزیز این کلمه ها را از یاد کرده میگذاریم، بعد این حتما جمله سازی می شود. بعد جمله سازی حتما کمی از گراماتیک هم می شود، گپ زدنتون هوی می شود انشالله. یکم کلمه کتابون، به عربی کتابون است، به تاجیکی هم کتاب می شود. و دفترون دفتر می شود. دفتر می شود و با عربی هم دفتر می شود. با یک چیز دیگر هم هست است که دفتر عربا دفتر میگن و هم کراسش هم میگن. هم دفترش میگن هم کراسه. نه که دفتر هم گفتی میفهمن، کراسه هم گفتی، هر چه میفهمن، یگان جای مشکل ندارد. در دیگر کلمه سیم که قلم به لغت عربی است، به تاجیکی هم قلم میشود. نه که قلم وقتی که میگوی از قلم گفته، هم روچکه را میفهمن، هم قلم عادی را میفهمن، همشه میفهمن. قلم کلمه فصحی هسته که همشه در بر میگیرند. نه که قلم رصاص گفتی، قلم رصاص این گفتی، قلم رصاص قلم رنگه را میگن، یعنی که روچکه‌هایی که رنگ دارن. با تاجیکی تازه هم همش قلم میشود. اصلا قلم رنگدار، قلم بی رنگ همه خیلیش میگن. به عربی قلم و رصاصش میگن، روچکه‌هایی که رنگ داره که خمون امروز می نویسیم. حقیبه به لغت تاجیکی خلطه میشود، یا که به امروز خمون سمکش میگیم. حقیبه در لغت عربی حقیبه الیدویش بگن، حقیبه دستی میشود که در دست گرفته مکتب میره یا که دیگر جا در همین راه ها میره. کلمه دیگر که میمسحه هر چیزی که به اون تازه میکنی میشه که یکم چیزه، چی دسکه باشد، مثلا تخته صنف باشد، چی اگر خط کور کنی خط کنکش میگیم میمسحه، چیزی که به اون میشه که یکم چیزه میمسحش میگن. صبورتون حرف سین قطعی است. صبورتون تخته صنف میگن. تخته صنفی که در همون دستکش میگیم، عربا صبورتونش میگن. صبورت الفصلش میگن، یا که صبوره دستگاه هستن برای کودک هستن، صبورت للاطفالش میگن. اطفال کودک میگن صبورت للاطفال. و الفصل گفته، الفصل صنف میگن. مثلا فصل اول، فصل ثانی، فصل اول، فصل دوم، مثلا صنف اول، صنف دوم، فصلش میگن. طالبون به لغت تاجیکی هم طالب میشود، طالب علمش خمون میگیم. عربا هم طالب میشود، طلبه را میگن، طلبه میشود، طالب میشود. انا در آخرش تی تانیس بیاری، طالبه میشه. طالبه طلبه دختر میگن، دختر طلبه را میگن، یعنی که این کلمه زنانه هست. و معلمون خمون معلمش میگیم، استاد میگیم، معلم میگیم. عربا هم استاد هم معلم استفاده میکنه. استاد هم گفتی میفهمد، معلم هم گفتی میفهمد، مشکل ندارد. معلمتون وقتی که معلمتون گفتی، استاد زن میگن، یعنی که استادایی که زنک هست معلمتون میگن. این کلمه های کمکه که در بگیم که مکتب بچه ها بسیار استفاده میخورن، نه که این طالبتون و طالبون و یا که دیگر کلمه هایی که هستن، این نه تنها در مکتب استفاده خورن، اینها بلکه در حدیث ها میان که پیغمبر خدا صلی الله علیه و میگه طلب العلم، طلب کردن علم، مثلا فریضه، فرض بر هر یک مسلمان. و دیگر کلمه هایی که ما گذاشتیم، قلم، چه در حدیث دیگر میگه پیامبر خدا صلی الله علیه و که خداوند یکمین چیز خلق قلم، گفت بنویس، گفت تقدیرهای انسان ها را،
همین چیزها حتما در حدیث ها و در تفسیرها میآیند و در لغت در حالت استفاده کردن هم اینها هر آینه استفاده میشن. و همون خاطر برادران عزیز از شما خواهش همین است که انسانایی که میخوان عربی روایت بگیرن یا که مثلا میخوان کتاب فهمی را اگر که مثلا خود کنن، حتما این کلمه از یاد شود. ان شاء الله کانال آسانی تیوی با شما بر دوام هست و تا جایی که برادرها قطعی آسته به عربی سخن کردن شروع می شود و با یکدیگرتان حتما سخن کنین تا اینکه لغت شما هوی شود. چقدر که استادای محترم میفرمایند که اگر خواهی که عربی، نه تنها عربی، کدام لغتی که بخواهی که اگر هوی شود در همون اویله میگه، در همون مثلا که بین خطان یا که بین بچه ها یک دیگر جورش به جورش، حتما به هم لغت صحبت کنین، حتما ان شاء الله هوی می شود.